وزارت درویه روسیا دخواز جتوای آلیان کرد جبوی انجامدان جوینک 4 آلی لموسکوی و جبوی وی مبسته او لبنده برسوا رژیم سوریه و ایرانینه. میخائیل بوگدانوف جگری وزیر درویه روسیا را گهاند. آلاتوی بنیازه جوینک 4 آلی نافبرا ایران روسیا رژیم سوریه و ترکیه ده هفته بیده لموسکو انجام بده و اونها لبنده برسوا رژیم سوریه و ایرانینه. بوگدانوف سربار کرو گوت جبوی لدارخصنا و جوینا 4 آلی وان هر 3 آلی و خوندی کرنه. ترکیه اری کرنا خوالی سردایه لرژیم سوریه و ایران تانها تو برسف ندایه. آمجا بوی چندیجی کر که اف جوین و جوینک تکنیکی به لسر آستا نونرین وزیرین دروه. دوه چارشنبه جی د کنگره کی روزنامه‌وانی هف وجده نافبرا مولود چاوشوغلو وزیر دروه ترکیه و حسین امیر عبداللهیان وزیر دروه ایرانی اوغلو اشکره کربو گوت هفتیا بیده و جوینک 4 آلی لسر آستا کمیته تکنیکی لموسکو وره انجام دان. دیار کرنها کار لسر انجام دانا جوینکه لسر آستا وزیرین دروه ترکیه روسیا ایران و رژیم سوریه تکرن بگو تو هرگولین زیده تر درباری و جوینه دیار بکه. جالی خواه جی وزیر دروه ایرانی تکس کر که ولاتی وی پشتوانیا نزیگبونه و آسایی کرنا پیوندیانا برا ترکیه و رژیم سوریه که. هر دوی درباره ده سیناتوری کوماری ده کنگرسا امریکی ده فرنش هیل تکزی لسر ناسایی کرنا پیوندیان بر رژیم اسد را کرگوت او بتو آوائه کی رینادون و پشتوانیا آسایی کرنا پیوندیان بر رژیم اسد را ناکن تکزی لسر دجاتیا رژیم سوریه به بردوامی کر. او گوت کنگرسا امریکی هر ولاتک یان آلیک هولا نزیگبونه بر رژیم اسد را بکه او پیوندین خواب وان ولاتان را دبرو ایدی نما تعامله لگلوی ولاتید که. گوت هر آوائک جا آوائین آسایی کرنا پیوندیان بر رژیم سوریه را شاشتیک کارساتیه و انجمنانونرین امریکی به تو آوائی پشتوانی وان ولاتین که هولا نزیگبونه بر رژیم را دکن ناکه. سربار کر که کنگرس امریکی به هر دو پارتین خواه کوماری و دموکراسی لتنشت گل سوریه نه پشتوانی سوریان دکن و قط او هلویستا خواه لهم بر رژیم سوریه ناگوهره.